سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومد به ویدیو دیگه. من تورایس هستم و امروز اومدیم توی این ویدیو بهتون یاد بدم که بتونید بازیتون رو از این 2000 years later. به این گرافیک تبدیل کنم. آخر ویدیو با من همراه باشید. بچه‌ها من یه نکته‌ای بگم و بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها کانال روبیکو تلگرام من حتما جوین شین، چون تمام این چیزایی که توی این ویدیو استفاده میشه داخل اوناست و حمایت بزرگی هم من که جوین میشید. دمتون گرم. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها من حتی پروفایلی هم که زده بودم و برداشتم، تا اون پروفایلم که برای خودم و برای یکی یوتیوبر معروفه رو آخر ویدیو بهتون میگم. البته خودمون اون پروفایل نداریم، ان شاءالله بعداً پیدا می‌کنیم. بچه‌ها من بدون ریسورس پک اومدم، اون پروفایلم حالا برداشتم تا بهتون قبل و بعد بازی رو نشون بدم. میبینید که بدون ریسورس پک و شیدر اینجوریه بازی، اصلا اینجوری حال نمیده. یا الله اصلا اینجوری به های پیکسل منم که نه های پیکسل میدونی چی میگم، اصلا اینجوری نباید بیای های پیکسل. های پیکسل حرمت داره. خب ما بدمونو میگیریم. البته برای من ربطی نداره ریسورس پک باشه یا نه، همیشه همینجوری بدون میگیرم. خب کسی هم که نیست بیاد بدون. خب بدون بود شدیم. بچه‌ها این نکته رو بهتون بگم بعد حالا بریم سراغ بازی. خب مرتی که باز چی الان میزنی؟ این ویدیو اصلا جنبه فان نداره، اصلا برای خندیدن نیست و فقط اومدم که ریسورس پک و شیدر بهتون بدم تا شما بتونید بازی کنید مثل من اونجوری خفن کنید. البته پروفایل اون شخص معروفم بهتون میدم تا آره دیگه حرام خوره نشید. منم اونو بهتون میدم. شعور خر که نیست که. جرم داد. خوبه. خب بچه ها برای دانلود فایل ها بعد همون دیدم که اول ویدیو گفتم به کانال تلگرام رو بکنم من برید. برید دیگه کانال من. خب وقتی که به اونجا رفتید حالا من فایل ها رو گذاشتم، شیدر ریسورس پک همه چی رو واسهتون گذاشتم، راحت میتونید دانلود کنید. دیسکوردمون هم حالا بعدا درست میشه، فعلا که درست نشده، ان شاء الله درست میشه. نتمون شاید خوبه تو آی پی. آقا نت بندری میزنه. بچه‌ها زیاد سعی نمی‌کنم ادیت خفن روی این ویدیو بزنم، برای اینکه اصلا این ویدیو جنبه فان نداره. این ویدیو آموزشیه برای شما عزیزای دل که اومده این ویدیو رو نگاه کنید. میگم اصلا جنبه فانی تو این ویدیو اصلا این ویدیو جنبه فان نداره که بخوام توضیح بدم. فقط این اومدم بهتون چه خوشم اومد و ریسورس پک هم ندانی خفن میشه. البته بچه‌ها من اکانت پرمم بدلاین هم اگه می‌بینید یکم کیفیتش بهتره دیگه، ببخشید دیگه. ان شاء الله اکانت پرم برام. خب داش ببینن سریع این مچ تمام شه. البته نمیاد بیرون ما براش گران میدیم دیگه، ران نمیدیم. بچه‌ها ببینید من حتی با بدون ریسورس پک هم فاز گرفتم تو این بازی دیگه، چه برسه ریسورس پک بزنیم. داداش نخر داداش اینا رو. باجی خیلی بازی خفنه همینجوری هم. مغزت گدای من رو ببین تو. ایرانی اصیلیم بچه. خب الان چرا وید کردی خودتو تا بچه؟ فکر کنم این مچ حالا تموم شه میریم سراغ ریسورس پک زدن. بله تموم شد و هم میریم سراغ ریسورس پک زدن تا ببینیم مچ بعدی با ریسورس پک چجوری میشه. بزنید سراغش. موزیک میداره که هی میری پاش، هی میری کاتو بالا پای میکنی رو ریل میری بامبت میاد ادا از فار ادا تنگا رو در نیا برا من داش. خب بچه ها من دوتا ریسورس پک رو زدم. افتر به افتر شد واقعا. آره دیگه اون پروفایلم که ست میدیم میشه آخر ویدیو و اون پروفایلم تو کانال روبیکو تلگرام میذارم، حتما جوین شید. حمایت بزرگی از ما، خیلی ممنونم. خب میزنیم اینجا رو. بچه ما هنوز پروفایل چیز ریسورس پک اختصاصی نداریم، پول نداریم بریم. اگه کسی از ریسورس پک مجانی داشتم میامون چرا نمیخوره؟
چرا نمیخوردین؟ چرا نمیخوردی؟ بچه ها ببینید این منو زد. خب این حالا منو زده. این من که اینو میزنم ولی فرار میکنم تا بازی یکم طولانی شه برای شما بینندگان عزیز. بیننده بود دیدنی باشه دیگه. حالا من خوردم این بازی تمام شه که دیگه به درد نمیخوره. همین الان میرم گفتم شد. خب فرار مرز رو بزنم. من با این نت نمیتونم فرار مرز رو بزنم. چه غلطی بود. بده وایت ها میزنم. وایت بده تو میزنم. به والله علی من خشنم. ببین وایت بده تو میزنم فرام. بچه ها حال میبینید اصلا بدون ریسورس پک خیلی بازی بدتر بود و با ریسورس پک حال بهتر شد. این منتظر که بیاد من رو بزنه آجی. فرار کن. خب رکب خوردی کیو مرزلی با پایین بطس نمایی از جلو صورت. برو بده گیرون. ببین من بده گیرون باید بزنم اوه نه بده گیرون راششو نمیدیم با این سیم بلو بره. وی گوخورم ببین با هم دوست باشیم. خب مرتی که خب بچه شیدر و پروفایل رو هم زدیم و اصلا F5 نمیزنم که ببینید اسم شخصی که پروفایل مالونه رو. آره دیگه نمیزنم تا برید دانلود کنید. بله من کسافت علیم. خب ببینید این هم از شیدرمونه زدیم. چقدر خفن شد بچه واقعا من که راضیم و شیدر خفنیه. بچه ویدیو رو کات میکنیم تا بدو بگیریم حالا یه بریج به میدل بزنیم. 2000 years later. خب بچه بدو گرفتیم ولی اوه بود نرفتیم میدل. بچه فقط یه چیزی که بهتون بگم اینه که من الان میبینید ریسورس پکم یکم بده. حالا شما میتونید ریسورس پک خوب بزنید و ریسورس پک وول رو هم بندازید. در صورت کار میکنه. حتما اینجوری نیست که روی همین ریسورس پک کار کنه. خدا رو شکر ماشاءالله خودتون هم میدونید من بیشتر پلی دادیم و ترنگیم دیگه ماشاءالله. از من داناییاتون هم ماینکرافت بیشتره. چجوری من میخوام به شما یاد بدم خدا نکنه سیسمون به این حرفا نمیخوره واقعا. بچه ها یه ریسورس پک هم بود من میزدم خیلی قشنگ میکرد بازی رو و بد رو هم تغییر میداد. موقع استارت ویدیو اصلا ریسورس پک گم شد. نمیدونم کو الان این ریسورس پک که من میخواستم. من تازه الان یادم آمد که ریسورس پک گم شده. چه ذهن قوی دارم. میگه که یه دونه پسر دارم من. تو بچه منو دیدی نمیزنی؟ خب خیلی خیلی TNT بنازم. خب بچه دیگه من پول دارم دیگه. بچه خیلی واقعا های پیکسل خفنه به نظر من. ببینید ما یه ویدیو گرفته بودیم. ویدیو بیدوارد بود با پویان رفیقم. اینجوری بود که آقا ما این ویدیو رو که گرفتیم توی گیم آپ میگرفتیم. تیرکس ما این خراب بود و های پیکسل هم که بنده خدا اکانت پرم داشت فکر کنم. نه اکانت پرم نداشت. اکانت پرمیوم نداشت. الان داره. به سلامتی انشالله همتون اکانت پرم داشته باشید. اینجوری بود که ما کیل افکت داشتیم. فاینال کیل TNT میزد میترکید. TNT که میافتاد میترکید. حالا اگه ویدیوش ندیدید ببینید تو کانال هست. TNT که میترکید خودمون مثلا دمیج میخوردیم. اینقدر گیم آپ واقعا خفن بود. گیم آپ که اولش به گرد پای تیرکس مان های پیکسل که نمیرسه و نخواهد رسید. این دوتا گیم این دوتا سرور خدا هستن. فقط میخوام اینو بهتون بگم اصلا وقتی میخواید برید سرور حالا ماینکرافت انتخاب کنید بازی کنید سمت گیم آپ نرید به هیچ عنوان. اینو از من بشنوید. حالا اگه دوست دارید برید حالا خودتون میدونید به من هیچ ربطی نداره ولی به نظر من سمت این دوتا سرور نرید.
شاید هم بعضیاتون هم همین نظر داشته باشید، حالا نمیدونم نظر شما مهمتر نظر منه. خب برادر دایمندیه بریم جرمون داده، اینقدر زوم نکن تو. خب بذار ما یه بریج ببین میترسم بریج بزنم بوی چم. آقا نوبم هستم. خب من اصلا ببین نوب نیستم ها، تو بریج زدن نوبم، تو بریج زدن واقعا نوبم، ولی حالا گیمی که دیگه نوب نیستیم داداش، گیمو یکم بلدیم. حالا ما که به گرد پای شما تو بدوارز نمیرسیم، ولی خب من اگه بده پینکو بزنم بایتم رفته مثلا پینک. خب پینک بده منو زدی، خب من هم بده اگه فکر کردی این قسمت خفنی ندادش، اینجا چیزا نیست. بیا سمت بده، بودو وایدت کنم، بودو بیا بذار من ورود کنم. فکر کرده تو شهر ارته جلاتی بر نمیداره، میره بهش سهره داداش. گوه خوردم داداش گوه خوردی من بیشو جلو بچه ها که منو نزن. کسافت علی جلو بچه ها من انرژی میگیرم. بچه ها اینقدر نگاهشون برای من مهمه، من انرژی میگیرم. بچه همیشه من نگاه کن ویدیو من انرژی بگیرم. خب این که این بود بچه ها. لینک دیسکورد منم میذاریم زیر ویدیو. میخوایم حالا یه تیم واسه مسابقات تشکیل بدیم، اگه دوست داشتید بیاید اونجا تست گرفته میشه. حالا ما رو که میزنید جر میدید، ولی خب بچه ها ما که اونو زدیم ویدیو رو کات دادیم تا اینجا بیایم. بچه ها فقط یه نکته بگم، من زیر ویدیو به جز اینکه حالا کانال تلگرام روبیکا رو برای دانلود ریسورس بک میذارم، یک کانال دیسکورد هم معرفی میکنم که کانال دیسکورد خودمونه، ممبر زیاد نره، تازه زدیمش و شما عشقا باید بیاید و کمک کنید. بچه ها قرعه کشی چیز کیپ های مختلف داریم داخلش. حالا میخوایم تیم برای مسابقات حالا درست کنیم، حالا میتونیم اونجا تست بدیم. من و پویان که حالا اصلیم هستیم، از بین شما حالا قدرتمندا چند نفرتون حالا انتخاب میشن. بعد تازه بخشی هم داره که حالا میایم با هم فایت میدیم و اینجور چیزا، حالا همه میکنیم میایم فایت میدیم و چیزای مختلفی داره. حتی کیپ هم داره. فکر کنم بیشترتون که بخواید بیان به خاطر همون قرعه‌کشی کیپ بیاد، ولی اشکال نداره. بازم دمتون گرم که میاد. آره کلا گفتم اطلاع بدم، اگه دوست داشتید حالا بیاید و قدمتون روی چشمان من. خب بدون آی بچه ها راست واقعیتش درسته ما شاید زیاد اصرار کنیم، ولی حالا دست خودتون که شما دوست داشته باشید بیاید داخل دیسکورد یا نه. چرا زدم به اونجوری چرا زدم بهش؟ حاجی فکر کنم با این نتی که من دارم همین الان واید میشم. حالا من میترسم بیام. فرار کن شورتش دایمندی بود. فرار کن من دیدم. داشت من فرار کردم کجای کاری؟ آی فرار کن همونو بلد بدم فقط. تو که این داده میکنه داداش وای چو ببین جا گو خوردم وای اتون کردم دیدی. ببین سی پی اس منو اگه دقت کنی اوتور دارم ببخشید بچه معذرت میخوام ازتون، ولی من مجبور بودم اتون کنم. یارو خره. داداش یه سوال دارم، من اینجا بودم نه اینجا، تو اینجا بودی، چجوری منو زدی؟ پدر ویدیو به اسمام رسید و بعد ویدیو رو تموم کنیم. ریسورس پک، شیدر، پروفایل و همه چی رو توی روبیکا و تلگرام میذارم، حتما جوین شید. حمایت بزرگی هم من و میتونید اونجا همه چی رو بردارید. استریم چیزی هم تو آپارات داشته باشیم اونجا اعلام میشه. دمتون گرم. ویدیو هم بیاد حالا من اونجا میذارم تا بیایید و نگاه کنید. لایک، سابسکرایب و
زدن زنگوله فراموش نشه تا ویدیو گذاشتم با خبر شید و با نگاه قشنگتون بیاید نگاه کنید. این چیه؟ خب دیگه حرفی نمونه. بازم دمتون گرم.